مگه سعدی کت شلوار میپوشید؟ مگه پیپ میکشید؟ خب من باید سعدی رو اگر میخوام بکشم باید براش عمامه بزنم، باید براش عبا بزنم. خب این لباس سنتی ما بوده. توی سالهای 70 مهمترین نشریه طنز ما گل آقا بوده. ما اینجا داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ من میخوایم راجع به چی صحبت کنیم؟ راجع به طنزگاه‌های سرزمینی خودمون، طنزگاه‌های مردم ما وقتی میخواستن به طنز بپردازن یا یک دقایقی رو خوش باشن و برای خودشون بخندن، به کجا رجوع میکردن؟ به چه مراجعی رجوع میکردن؟ یکی از مراجعش خب تلویزیون بوده، یکی از مراجعش احتمالاً رادیو بوده. بعدم همه اینا رو مفصل میپردازیم، ولی به یکی از آیکون‌های مهم این دوره بخوایم بپردازیم، سال 70 نشریه گل آقا بوده که اصلا حضور گل آقا توی اون سالها یک تکونی میده به فضای فرهنگی و اجتماعی ما. چرا میگیم یک انقلابی بود یا یک تغییر و تحول مهمی توی فضای فرهنگی کشورمون بود؟ از این جهت که از سال 59 تا 63 به طور تقریب ما هیچ چیزی به نام طنز سیاسی نداشتیم و در واقع سوال آدما این بود که، یعنی برای آدما مسئله این بود که آیا با وجود انقلاب و اون ایدئولوژی صریحی که توی دهه 60 مطرح میشد، ما کجا و چطور اجازه داشتیم طنز داشته باشیم و نسبت به این سیاستی که این همه برامون جدی بود و براش داشتیم هزینه میدادیم، طنز رو چطوری میتونستیم وارد این فضای خشک و متعصب بکنیم؟ داستان گل آقا از کجا شروع میشه؟ از کیومرث صابری شروع میشه و خود کاراکتر کیومرث صابری محور اصلی گل آقا میشه و برای اینکه ما بفهمیم توی گل آقا چه اتفاقی میفته، یکم به خود کاراکتر کیومرث صابری میپردازیم و این کاراکتر رو میبریم جلو. کیومرث صابری رو من از کجا شروع میکنم؟ از اینجایی شروع میکنم که سال 40، اولین سالی که وارد دانشگاه میشه، توی یه تظاهرات دانشجویی شرکت میکنه و توی اون تظاهرات دستگیر میشه و مورد ضرب و شتم قرار میگیره و طی این ضرب و شتم گردنش آسیب میبینه. وقتی که آزاد میشه میره یک شعر طنز سیاسی مینویسه و یک امضا میکنه به نام گردن شکسته فومنی. کیومرث صابری فومنی بوده و اونجا امضا میکنه گردن شکسته فومنی و میره این شعر طنز رو برای توفیق میفرسته، حسین توفیق میفرسته که توی مجله توفیق چاپ بکنه. شعرش چاپ میشه و از همونجا یک همکاری خیلی خوبی رو با حسین توفیق کیومرث صابری شروع میکنه، به طوری که حالا پاره وقت باش کار میکرده، بعد از ظهرها کار میکرده، ولی از یه جای به بعد دیگه تبدیل میشه به معاون، انگار یه جورایی معاون حسین توفیق میشه که سردبیر مجله توفیق بوده. یه روزم یک بار هم من راجع به اون مجله توفیق باید بشینیم صحبت کنیم و یه دورم اونو بررسی کنیم که چه اتفاقی میفته و شاید بشه اتفاقا مقایسه خوبی کرد بین گل آقا و توفیق که توی دوتا حکومت کاملا متفاوت یه نقش ثابت رو بازی میکردن. بعد از انقلاب که خب حالا تا جایی که بود اون مجله توفیق بسته میشه و حالا کیومرث صابری توی دولت شهید رجایی فعالیت میکنه و براش متن‌هایی رو مینویسه. سال 63 کارشو با بولتن حج شروع میکنه، میره حج و اونجا یه بولتن هایی چاپ میشده و به حجاج داده میشن و این پیش خودش میگه که خب اینا خیلی جذاب نیستن، بیام یه آیتمی بهش اضافه کنم و آیتمی که بهش اضافه میکنه داستانهای جعفر آقا بوده که داستان طنز بوده راجع به حج و اینها. خب
یکم هم سواله که آیا میشه تا کجا توی مسئله حج شوخی کرد، اما خب این روح طنازانه کیومرث صابریه که دیگه از اونجاها داره شروع میکنه. خودش میگه من میرم اونجا، وقتی میرم پای کعبه که میرسم قلمم رو تقدیم میکنم به خداوند و میگم اینو در راه خودت بپذیر و اونجا معامله میکنه. اینو داشته باشید از من. بعداً من به این میپردازیم که خود شخصیت کیومرث صابری اساساً عاملی بود که باعث میشد این نشریه بعد از انقلاب، نشریه گل آقا بعد از انقلاب سر پا بمونه. اینو یکم داشته باشید، بعداً بهش میرسیم چطور و چگونه. وقتی که برمیگرده از حج میره توی روزنامه اطلاعات و ستون 2 کلمه حرف حساب رو ایجاد میکنه و توی اون ستون شروع میکنه طنز سیاسی مینویسه. اونجاست که ما میگیم که از سال 59 تا 63 تقریبا ادبیات طنز سیاسی نداریم و فضای سیاسی ما خیلی خشکه و آدما نمیدونن که باید با این فضا آیا میتونن شوخی کنن یا نکنن. شما در نظر بگید یک حکومت ایدئولوژیک دارید که براش اونم حالا توی فضای جنگ، توی موقعیت جنگیه و حالا داره خب هر چیزی توی این حکومت میتونه تبدیل به امر مقدس بشه و خیلی نمیشه باهاش شوخی کرد و اولین جسارت ها رو انگار کیومرث صابری انجام میده توی همون ستون 2 کلمه حرف حساب. توی خاطرات گفته میشه که حتی توی بیت رهبران اون دوره، رهبر اون دوره این ستون خونده میشده و واکنش میگرفته و حالا واکنش مثبت میگرفته، اما خونده میشده و تایید میشده و به این دلیل که کار حساسی بوده کیومرث صابری میگه من یه یادداشت داشتم، یه دستخط داشتم و این دستخط رو واسه خودم نگه داشتم. احتمالاً واسه این که اگر بهش فشار آوردن، نیروهای تند رو اگر بهش فشار آوردن سریع اونو بیاد رو کنه بگه آقا من یه دستخط دارم از رهبر این کشور و شما نمیتونید دیگه صحبت کنید، اون کار منو تایید کرد. توی این سالهایی که کیومرث صابری ستون 2 کلمه حرف حساب رو مینوشته و همچنان مورد انتقاد بوده، طبیعتاً کار بدیعی بوده، محمد علی جمالزاده براش یه کامنتی میذاره، یه یادداشتی میذاره و از کارش خیلی تقدیر میکنه و تشویقش میکنه که حتما این کار رو ادامه بده توی روزنامه های این کشور. اون ستون 2 کلمه حرف حساب تقریبا تا سال 70-71 ادامه پیدا میکنه. سال 69 کیومرث صابری تصمیم میگیره که مجله خودش رو راه بندازه، میره تیم خودش رو جمع میکنه و هفته‌نامه گل آقا رو با 15 تومن، 15 تا تک تومنی یک سه‌شنبه بوده اول آبان 69. این اول آبان 69 رو تو یادتون داشته باشید تا بگم که کی این نشریه تعطیل میشه و چطوری تعطیل میشه. و میگفتن که هر سه‌شنبه‌ای که میاد توی کابینه این مجله دست به دست میشده، همه میخواستن ببینن چه اتفاقی روش میفته، به کیا تیکه انداخته، چه کنایه هایی رو آورده توی کار، کی رفته رو جلد این دفعه، کی باید اعتراض بکنه، کی باید شکایت بکنه یا اینها. کیومرث صابری توی هم حالا 2 کلمه حرف حساب یه سری کاراکترها رو میسازه و بعد همونا رو برمیداره میاره توی گل آقا، بعضیاشون رو استفاده میکنه. مثلا شخصیت اصلیش خب گل آقا بوده، شخصیتی بوده انگار دانای کل بوده، یکم مدیر بوده، یکم زورگو بوده، گوش به حرف کسی نمیداده، حرف خودش بوده. در مقابل این آدم کاراکتر شاه غلام قرار میگیره. شاه غلام اونجا آبدارچی اون اداره است، اما نماینده زبانی که استفاده میشه نماینده قشر عامی و آسیب پذیره. با یک زبون ساده شروع میکنه ابهام ها و انتقادهای سیاسی زمان خودش رو بدون هیچ حساب و کتابی به زبون میاره. خب اینجا یکم این تقابل
گل آقا و شاه غلام ما رو یاد دون کیشوت میندازه و رابطه خود دون کیشوت و سانشو. گل آقا هم طبیعتاً شاه غلام رو خیلی تنبیهش میکرده، میگفته برو دستتو بزن به سماور، این چه حرفیه زدی، فلکش میکرده و تنبیهش میکرده. کلا یه کاراکتر دیگه ای داشته به نام مم صادق. این مم صادق نماینده کوچه و بازار، مردم کوچه و بازار بوده، گاهی به گل آقا نامه می نوشته و بعد مشکلات رو می گفته و بعد ازش راهنمایی می خواسته. یک کاراکتر دیگه ای داشته اینجا به نام کمینه که عیال مم صادق بوده، اونم گاهی نامه می نوشته و تقریبا مشکلات زنان رو، مشکلاتی که در حوزه زنان داشته اونجا مطرح که و انگار زبان اونها بوده. وقتی داریم راجع به گل آقا صحبت میکنیم دو تا کاراکتر به یادمون میاد، دو تا کاراکتر آیکونیک به یادمون میاد. یکی شاه غلامه که اغلب روی جلد بود و کاراکتر جناب آقای حسن حبیبی که این حسن حبیبی معاون اول هم زمان آقای هاشمی رفسنجانی بوده، هم زمان آقای خاتمی، یعنی معاون اول دو تا رئیس جمهور بوده. این آدم یک کاراکتری داشته، حسن حبیبی، خب یک کاراکتر دانشگاهی داشته، یک کاراکتر فرهنگی بوده، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی بوده و خیلی شخصیت روادار و اینکه خواستگاه این آدم فرهنگی بوده، خیلی رواداری توی خون این آدم بوده، به طوری که این کیومرث صابری به عنوان یک نقطه امن میبینه ایشونو و بعداً هم میگه که انقدر آقای حسن حبیبی جنبه بالایی داشت، ما همیشه کاریکاتور ایشونو میکشیدیم. بعداً یه جای دیگه من از آقای حبیبی میگم که نوع مواجهش با این آدم، با این نشریه چطور بود و یک مقایسه این میکنم. از آدمایی که توی گل آقا کار میکردن بعد به چند نفر اشاره کنیم. سید ابراهیم نبوی بود، اینا عموما با نام خودشون هم نمی نوشتن، همه با نام مستعار می نوشتن. کیومرث صابری که خب همیشه می نوشت با همون اسم گل آقا می نوشت. احمد عربانی کاریکاتوریست بود و عموما توی طرح جلدها کار خود آقای عربانی بود. عموما ابوالفضل زروی نصرآباد می نوشت، اسماعیل امینی، احمد اخوت و منوچهر احترامی که ما با حسنی نگو یه دسته گل یادمون میاد توی گل آقا می نوشتن عموما. حالا اینا هر کدومشون خاطرات جذابی دارن. بعضن یه چیزی که بوده این بوده که مثلا ابراهیم نبوی همیشه یک کلیشه‌ای داشته و پشت جلد و ابراهیم نبوی کار میکرده، یک کلیشه‌ای داشته به عنوان اینکه این آخرین شماره من است. خب و اینو همیشه پشت جلد میچسبونیده و این تقریبا دو تا معنا داشته دیگه. این یعنی که این آخرین شماره‌ای که چاپ شده و شما میخرید، ولی خب معلوم هم نیست که شماره بعدی چاپ بشه یا نشه و ما همیشه توی این حالت ترس و لرز انگار قراره این کار رو ادامه بدیم. آیا گل آقا خط قرمز داشته یا نداشته؟ بذارید یه چیزی بگم قبل از اینکه وارد خط قرمز گل آقا بشیم. راجع به گفتم بهتون اینکه چطور توی اون فضای تند سیاسی گل آقا میتونه کارشو ادامه بده و در واقع فضا رو کامل توی اون فضایی که میرفت به سمت فروبستگی یک فضایی رو باز نگه داره برای انتقاد سیاسی. بیاید بعد راجع به خود کاراکتر کیومرث صابری یکم صحبت کنیم. اونم اینی که به شدت آدم مذهبی بود. اولا که سابقه انقلابی داشته، سابقه دستگیری و زندان داشته قبل از انقلاب، بعد سابقه فعالیت توی دولت داشته، توی دولت شهید رجایی و توی حالا دولت‌های بعدی هم یه سمت‌هایی داشته و میگم کاراکتر دولتی بوده و کاراکتر مذهبی بوده
و بارها به چندین زبان خودش رفته اعتراف کرده توی جلوی رهبران این نظام که آقا من معتقدم، من برای این انقلاب دارم کار میکنم، کار طنز میکنم ولی در راه انقلاب میکنم. به همین دلیل میتونستن بهش اعتماد کنن و اجازه یه سری بازی با خط قرمزها رو بدن. نمیخوایم تصمیم گیری کنیم راجع به خود کیومرث صابری که آیا اینوری بود یا اونوری بود. همیشه هم از دو طرف میخورد، چون هیچ وقت موضع سیاسی ثابت نمیگرفت و هم نقد دولت آقای هاشمی رو توی کارش داره، هم نقد دولت آقای خاتمی رو داره. اما چی میشد؟ بهش اعتماد میکردن. جای این آدم رو مشخص نمیتونستن بکنن، اما بهش اعتماد میکردن به خاطر کاراکتر خودش. این که میگفتن این کاراکتر مذهبیه و خب احتمالاً قرار نیست ما ضربه‌ای از این ناحیه این آدم بخوریم و تونست تاییدهایی رو بگیره از مقامات بالایی کشور. به همین دلیل میتونست توی کارش به کارش ادامه بده همچنان. اما یک خط قرمز وجود داشت، نمیتونیم بگیم این خط قرمز وجود داشت و مهمترین خط قرمزی که بود این بود که شما کاریکاتور شخصیت روحانی نداشتی. هیچ شخصیت روحانی کاریکاتورش اجازه نداشت کشیده بشه. حتی میگه که توی یه موقعی ما تصمیم گرفتیم مثلا راجع به آقای خلخالی بنویسیم و تاییدش هم از خود آقای خلخالی گرفتیم که ما می‌خوایم راجع به بنویسیم. بعد آقای خلخالی بهش میگه که آقا شما حتی میتونید کاریکاتور منم بکشید. اما اینا باز کاریکاتور آقای خلخالی نمیکشن به دلیل اینکه روحانی بوده. خط قرمز اینها، خط قرمز این نشریه کاریکاتور هر شخصیت روحانیه. به همین دلیل اینا میگفتن ما هر موقع یک روحانی رئیس جمهور میشد، یک فرد روحانی رئیس جمهور میشد، ما عزا میگرفتیم و بعد میرفتیم سراغ معاون اولش که حالا همون آقای حبیبی همیشه در دسترس بود دیگه و میتونستن باهاش هر شوخی بکنن. یه جایی این ماجرا جنجالی میشه و اونم جاییه که احمد عربانی میره کاریکاتوری از سعدی میکشه. سعدی بوده دیگه، خب با عمامه تاریخی و حالا عبا میکشتش و بعد اینجا میگن که اون سالایی بوده که ایران درگیر عملیات مرصاد بوده و میگفتن حتی این کار منافقینه و خیلی جنجالی شد و بعد میگفت من آقا خودم حالا کیومرث صابری احتمالا رفته پیش یکی از مقامات اول یا همون اولین مقامی که توی این کشور وجود داره و گفته که آقا مگه سعدی کت شلوار میپوشید، مگه پیپ میکشید؟ خب من باید سعدی رو اگر میخوام بکشم باید براش عمامه بزنم، باید براش عبا بزنم. خب این لباس سنتی ما بوده. و میگه با یه ترفندهایی باز از اون دوره جون سالم به در میبرن. راجب آقای حبیبی گفتم دوباره صحبت میکنم و یک مقایسه انجام میدم. آقای حبیبی انقدر ظرفیتش بالا بوده که میگفته که هر کی کاریکاتور منو بکشه اولا بهش پاداش میدم و بعد اون کاریکاتور رو از اون آدم میخریده، به قیمت بالایی میخریده. به همین دلیل اینا همیشه انگیزه داشتن برن کاریکاتور آقای حبیبی رو بکشن. اما در ادامه میگن که وقتی محمود احمدی نژاد میاد رئیس جمهور میشه و اینا هم توی همون جمع خودشون انگار بهش لقب داده بودن سلطان محمود، میگن که توی نمایشگاه کتاب یکی از همکارای نشریه گل آقا میره مثلا کاریکاتور محمود احمدی نژاد رو به دستش میده و اصلا خوشش نمیاد و با یک جنبه انگار میگفتن جنبه کاریکاتور نداشته و بلافاصله میگه با یک تلفن فرداش یارانه کاغذ ما قطع میشه. 2 آبان 81 گفتم اول آبانو تو ذهنتون باشه. 2 آبان 81 که 12مین سالگرد نشریه گل آقا بوده، کیومرث صابری بدون اعلام هیچ چیزی، بدون هیچ دلیلی
در واقع بدون اعلام هیچ دلیلی میگه که این نشریه رو تعطیل میکنه و برای اعضای نشریه خیلی اتفاق ناگواری بوده. کسی نمیتونسته باور کنه. خب توضیح خیلی زیادی انگار لازم نداشته. احتمالاً دیگه نمیتونسته در برابر فشارها مقاومت کنه. غیر از اون حالا خیلی هم نگیم مسئله فشار سیاسی بوده، نشریه از اقبالش میاد پایین و برگشتی نشریه بسیار بالا میشه. این اتفاق برای اعضای نشریه خیلی ناراحت کننده میشه، به طوری که تصمیم میگیرن طی یک اقدامی برای خودشون مراسم ختم بگیرن و برای کاراکتر شاه غلام که همیشه روی جلد بوده یک مراسم ختم میگیرن، خرما پخش میکنن توی اونجا و بعد حتی به بزرگمهر حسین پور میگن که سنگ قبر طراحی کن و یک سنگ قبر گچی برای شاه غلام طراحی میکنن و همونجا میخوان که انگار این نشریه رو و گل آقا رو به خاک بسپارن. بعد از این اتفاق سال 83 مثلا 1-2 سال بعدش کیومرث صابری از دنیا میره. توی بیخبری اصرار داشته که بیخبر بره و کسی رو ناراحت نکنه. تقریبا توی یک بیخبری از دنیا میره. بعد از این گل آقا باید بره جای خودش رو تحویل بده به جوانتر، به یک نشریه جوانتر، نشریه‌ای که احتمالاً نشریه خطی باشه. بخوایم تحلیل کنیم سبک طنز گل آقا رو، بعد بگیم که خب بیش از هر چیز روی طنزهای کلامی سوار بوده و چون به خاطر اینکه خود کیومرث صابری هم از سمت نوشتار و شعر می اومده، طبیعیه که وزن زیادی رو خود این طنز کلامی داشته باشه. حالا کاریکاتور هم در کنارش با اینکه وزن خودشو داشته، اما کاریکاتور هم وابسته بوده به همون طنز زبانی. چطور اینو میگم؟ حالا اینو بخوام یکم توضیح بدم، اینکه توی کاریکاتور ایده کاریکاتور از یک مثلا ضرب المثل می اومده. یک ضرب المثل رو وقتی تصویرش میکردن و توی اون تصویر اغراق میکردن یا جای کاراکترها مثلا میذاشتن قشر ضعیف، قشر آسیب پذیر، یا مثلا وزیر فلان، یا مثلا صادرات نفت. حالا همه اینا که بالا این زیرم که میذارم براتون میبینید، همه این آیتماشو میتونید خودتون بعداً تفسیر کنید و ببینید. داره میگه که کاریکاتور هم اینجا وابسته است به طنز زبانی. فرم قالبی هم که توی این نشریه استفاده می شده و معمولا توی طرح جلد بوده، بوده که یه جمله می اومده، یک جمله خبری یا یک جمله از یک وزیر یا یک جمله اصلا در جراید، یه سری آیتم ها و یه سری کاریکاتوراش اصلا می نوشتن فلان جمله خبری جراید می نوشتن و هیچ چیزی معلوم نبوده که اینو کدوم جریده و در کجا نوشته شده، همینطوری می نوشتن جراید و بعد یک کاریکاتور انتقادی راجع به اون می نوشتن. این فرم قالبه. این فرم رو در نظر داشته باشید، فرم ترکیب خبر و تفسیر طنز. اینو شما همین امروز توی کارهای امیرحسین قیاسی میبینید. میخوام بگم که این فرم چقدر دنباله داره و چقدر میتونه برای تولید طنز استفاده بشه. ببینید امیرحسین قیاسی اینطوری شروع میکنه: خبر بد برای فلان یا خبر خوب برای فلان. این کار رو در واقع گل آقا ایدهشو داشته و روش کار میکرده. ایده محوری طرح جلد گل آقا این بوده: خبر فلانه و بعد شروع میکرده طی اون کاریکاتور طنزشو اجرا میکرده. ممنون از اینکه همراه بودید. تو جلسه بعد احتمالاً برم سراغ نشریه توفیق.
با من همراه باشید. اینا فعلا طنزهای کلامی، بعدا میخوام برم سراغ طنزهای رادیویی، بعد برم سراغ طنزهای تصویری و یکم اونجاها رو واکاوی کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده و همین. ممنون از اینکه همراه هم بودید تا الان.